میگم شما چت شد یه دفعه رحم کردی چرا؟ مجاهدین بیتی رهبریه زدن، شما چت شد یه دفعه؟ فرقه و تبهکارا ویدیوهای منو بدون اجازه مجاهدین برمیدارن توی کانال خودشون پخش میکنن، نه به هر گونه فرقه گرایی. چه تبهکار شمایی؟ تبهکار اون روحانی آدم کشه است. شما که انگشت هنوز روحانی مالیه سا قهوه‌ای بنفشه سا، یعنی ولی قهوه تو عبا روحانی کرده ای هنوز چه انگشت هست که حداقل اینا پاک میکردی؟ چه خبر است؟ مجاهدین بدون اجازه من حرف منو پخش کردن. کدوم مجاهدین؟ کدوم رسانه مجاهدین افاضات شما رو پخش کردن؟ اصلا افاضات شما به چه دردی مجاهدین میخوره؟ شما از این کثافته که به دست مالت بالیده پاکه بشی 40 سال باید بگذره تا مجاهدین بیان حرفاتو رو تو رسانه هاشون بزنن. حرفی زدی شاه و شیخ میزده و خودت تکثیری حرفاتو باز گذاشته برای همه آدما. خب میگفتی مینوشتی همه غیر از مجاهدین که ما بدونیم تو از کجا اومده. این کارا را نمیخواست که دستت رو شد، خیلی هم خوب شد. مردم ایران هم از شر آلودگی مثل شما پاک بشن چه خیلی خوب است که ممنونم. انگشت همجوری ویجی یادت باشه